بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام به شما عزیزان و خوبانی که ما را همراهی میکنید در شناخت ستاره های درخشان سرزمین فارس، شناخت شخصیت هایی از نیاکان عزیزمون که تونستند نامی نامین از خود بیادگار بگذارند و تونستند سر ما را امروز بلند کنند که ما افتخار کنیم به همچنین شخصیت ها و همچنین نیاکان و همچنین بزرگانی که با زحمت های بیدریغ، با تلاش های شبانه روزی تونستند به امت اسلام، به جهان بشریت، به علم و دانش و به کتابخانه علم و اندیشه بشریت کمک کنند و این فضای علمی رو رونق بدن. امروز با شخصیتی بسیار عزیز و دوست داشتنی و شخصیتی بسیار پویا و کوشا و زحمتکشی، نفس طولانی در علم و اندیشه داشت، در زمانی که با عصر کنونی ما در مواردی شباهت بسیار داشت آشنا می شویم. امامی بزرگوار از ائمه تفسیر و لغت و زبانشناسی و فقه و اصول فقه و فلسفه و نمیدونم منطق و علم فلک و پزشکی و ریاضیات و فیزیک و شیمی و ادبیات و همه اینها، یعنی یک دائره المعارف به معنای کلمه امروزی خودمون. امام فخرالدین رازی، امام فخرالدین رازی از بچه های ری از شهرهای اطراف تهران و ایشون تقریبا در نیمه های قرن ششم، یعنی تقریبا در سالهای 544 545 یا 543 متولد شدند و تقریبا در ابتدای قرن هفتم، یعنی در سال 603 یا 600 بین 604 606 هم وفات کردند. خب روایت های مختلفی در به اصطلاح عمر این گونه علما نقل میشه. اینا خاصتا ابتدای زندگی علما خیلی وقتا شناخته نمیشه، چون که به هر حال وقتی که یک کودکی به دنیا میاد که میدونست که این فردا امام فخرالدین رازی میشه که دنیا بهش بگن شیخ الاسلام، فخرالدین، سلطان المتکلمین، امام المتکلمین، امام الکبیر، شیخ المنقول و المعقول. همچنین شخصیتی که اسمشون محمد ابن عمر ابن الحسن ابن علی بود کی میدونست که روزی میاد فخر دین میشه که دین بهش افتخار کنه و مسلمان ها بهش افتخار کنن. امام ابو عبدالله محمد ابن عمر خیلی زیباست وقتی که ما در حتی تنها در نامه های علما و اندیشمندان و نیاکان بزرگ خودمون وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که چه انس زیبایی است در بین نامه ها. ببینید محمد فرزند عمر، فرزند حسن، فرزند حسین، فرزند علی رازی، یعنی اسمایی که امروز متاسفانه در جامعه ما گم شدند. اسم عمر رو ما در کشور عزیزمون نمیتوانیم بشنویم، در حالی که عمر چون یکی از پهلوانان و نامداران تاریخ بشریت بود و تاریخ اسلام به خصوص، تا بدان جا که حضرت علی ابن ابی طالب دختر خودشون رو، جگرگوشه فاطمه زهرا ام کلثوم رو به ازدواج عمر در میارن، این نامی بود که هر انسانی از بزرگان ما، هر یک از نیاکان ما با افتخار این رو بر فرزندشون میگذاشتن. عمری که خلیفه دوم اسلام باشه، عمری که در وصفش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احادیث زیادی فرمودند، من جمله اینی که در راهی که عمر میره شیطان نمیره و عمر فاروق هست. عمر یک میزان هست بین حق و باطل، یه ترازویی هست که بر ترازوی عمر حق و باطل رو میشناسی.
و عمری که داماد حضرت علی مرتضی باشه. در هر حال این محمد ابن عمر ابن الحسن ابن الحسین ابن علی رازی از بچه‌های طبرستان یا ری منطقه شمال ایران یک در واقع دائره المعارف اسلامی بودند که در علوم انسانی و علوم لغت و علوم عقل و منطق و در عین حال علوم طبیعی فیزیک و شیمی و پزشکی و ستاره شناسی ایشون نامینی از خود به جای گذاشتند و در مسیر به اصطلاح علم و اندیشه اون زمان در حال مهمترین زبانی که علما با اون می نوشتند و بهش اهتمام می دادند و زبان علم و دانش روزگار بود زبان عربی بود. در کنار زبان عربی خب زبان فارسی هم بود، زبانهای محلی دیگه هم بود. ایشون تقریباً به اصطلاح همه مؤلفاتشون رو مثل بسیاری از علمای اون زمان به زبان عربی نوشتن و مهمترین کاری که به اصطلاح تقدیمی کردن و اون شاهکار علمی ایشون هست کتاب تفسیر ایشون هست به نام مفاتیح الغیب که در این تفسیر به قول بسیاری از علما میگفتند که در تفسیر مفاتیح الغیب همه چیز هست با همراه با علم تفسیر، یعنی یک کچکول بزرگ علمی همراه با یک اسلوب و شیوه فیلسوفانه منطقی و بحث و جدل‌هایی برای رسیدن به آنچه که مؤلف اون رو حق میدونسته با افرادی که در زمان خودش به جدل میپرداخته اینا رو مطرح میکنه در تفسیرشون. زمان به اصطلاح زمانی که امام رازی در به اصطلاح زندگی میکرد نیمه های قرن ششم هجری بود. این نیمه های قرن ششم هجری وقتی است که ما دیگه اواخر سلطنت عباسی ها رو داریم یا به اصطلاح اون روز خلافت عباسی. خب در این مرحله جنگ های صلیبی ها هست، هجوم تاتارها به منطقه اسلامی هست. در این هیته تهران و ری و این مناطق و در کشور عزیزمان ایران زمین اقلیت های تشیعی بروز کرده بودند و تا حدودی هم رشد کرده بودند. مذهب تشیع در جوامعی که همچنین حالتی داره یا در جوامع اسلامی در گوشه کنار یافت میشد و شیعه به عنوان یک مذهب حزب مخالف نظام حرف برای گفتن داشت. آخه ایراد گرفتن و نقد کردن کار آسونی هست، اما در حیطه عمل نشان دادن و ثابت کردن این کاری بود که به اصطلاح نیاز به تجربه داشت، نیاز به یک دید سیاسی بزرگتر از دید به اصطلاح حزب مخالفی که تشیع در طول تاریخ به اصطلاح بازی می‌کرد داشت. واسه همین هست که هر وقت که تشیع زمام حکومت رو به دست میگیره همیشه با شکست مواجه میشه و نمیتونه مدیریت یک جامعه رو به اصطلاح به نحو احسن انجام بده و همیشه با اون بینشی که خودش داده یک بینش بسته و گنگ جوابی برای جامعه بشریت، جامعه‌ای که تصورات مختلف و هویت‌های مختلف میتونه داشته باشه رو یا یک جامعه مرکب براش به اصطلاح راهکاری نمیتونه عرضه کنه، چرا که خودش یک تصور بسته گنگ ایرادگیر حزب مخالف صفتی هست. واسه همین در این مرحله از زمان با وجود ضعفی که در مدیریت سیاسی جامعه ما داریم، این تشیع و به اصطلاح سنی ها و اختلافات اینها بروز میکنه و ما در این مرحله درگیری هایی بین اهل سنت و شیعیان داریم که البته وقتی که سخن از تشیع میره در اون زمان، تشیع به عنوان یک حزب مخالف یا به اصطلاح یک حزب ناقد سیاسی است
که در جامعه وجود داره و در مسائل فقهی و در مسائل عقیدتی تا حدود بسیار زیادی به اهل سنت نزدیک هست و به هیچ عنوان حرف از تشیع در اون زمان با حرف از تشیع امروزی که در واقع یک نمادی دیگری از یک حقد و کینه بر پیکر جامعه اسلامی است که به اصطلاح در زیر پوستین صفویت که یک اتجاه، یک به اصطلاح شیوه دیکتاتوری ظالمانه بود که در یک زمانی از تاریخ کشورمون پدید اومد، شاه اسماعیل صفوی قاتل و جلاد، و مذهب تشیع رو بنا به خواسته های سیاسی خودش رنگ و بوی دیگری داد، کاملا فرق میکنه. اون تشیع با تشیعی که امروز ما باش درگیر هستیم بسیار زمین تا آسمون فرق داره و چه از نظر مثلا اخلاقی و چه از نظر عقیدتی و چه، چون که تشیع امروزی در واقع یک صفویتی هست که هر آنچه که مذاهب تشیعی که در طول تاریخ ترشحات فکری داشتند همه اونها و بدترین هایش رو جمع کرده و شده یک مذهب حاقد خونخوار خوناشام. در هر حال در اون زمان هم اینا بودند و علما و اندیشمندان مجبور بودند برای اصلاح جامعه و برای افرادی که به صورت ناخواسته یا در محیط این افکار و اندیشه های باطینی یا منحرف به وجود میان، برای اینها و اصلاح اینها کارهای علمی بکنند. در این مرحله از تاریخ ما باطینی ها را هم داریم که دست به ترورهای وحشتناکی زدند که نظام الملک و قاضی و قضات اصفهان از جمله افرادی بودند که توسط اینها کشته شدند. ابن عماد در کتابشون شذرات الذهب میفرمایند و عظم الخطب بهؤلاء الملعین و خافهم كل امیر و عالم لهجومهم علی الناس. اینها، این لعنتی ها خیلی قدرت گرفتند، یعنی مذاهب باطینی تروریست که خیلی ها رو میکشتند تا به جایی که مثلا همه امرا و رؤسا و مدیران دولتی و همچنین عالمان دینی از اونها وحشت داشتند که اونها رو به اصطلاح به قتل نرسانند. امام غزالی صاحب احیاء العلوم در وصف اونها میگه که ظاهر مذهبهم الرفض و باطنه الکفر المحض. اینها در ظاهر مذهبشون که به اصطلاح رافضی هستند و اون حقایق دین رو انکار میکنند، اما در واقع در داخلشون کفر محض رو دارن در طینتشون. امام ابو داوودی در کتاب طبقات المفسرین میفرمایند که من در اون زمان دیدم بین امام رازی و گروهی از کرامیه که در بینشون مخاصمات و مجادلات بسیار علمی صورت می گرفت. اونها ایشون رو خیلی اذیت کردند و ایشون هم تونست به اصطلاح خیلی از افکار و اندیشه های منحرف اونها رو زیر سوال ببره. ری که در اون زمان هم یک مرکز به اصطلاح رفت و آمد ملت های مختلف بود، در جنوب غربی تهران واقع بود. در اون زمان دستخوش تحولات سیاسی عدیدی بود که اونجا دولت غوری ها روی کار اومد. بعد از اون دولت های سلجوقی و غزنوی و اینها هم قدرت به دست گرفتن و اون بدنه سیستم سیاسی دولت عباسیان روز به روز به اصطلاح ضعیف و ضعیفتر میشد. ضعف جانب به اصطلاح سیاسی روزگار باعث نمیشد، تا حدود زیادی بر جانب فرهنگی و علمی تأثیر گذاشته بود البته، اما تا حدود زیادی وجود علما و اندیشمندان بزرگ امثال رازی تونسته بودند فرهنگ جامعه و تمدن اسلامی و علم و اندیشه رو تا حدود زیادی به اصطلاح در اختیار داشته باشند و یک نوع انفصالی و جدایی بین مرکز علم و اندیشه با مرکز
پادشاهی و سلطان به وجود اومده بود، به خصوص بعد از اینکه حکومت عباسیان سقوط کرد و جهان اسلام تیکه تیکه شد و ملوک و طوایفی به وجود اومد. این جدایی مدارس علم و اندیشه و دانشگاه ها و معاهد دینی و علمی از بدنه حکومت و استقلال اونها باعث شد که فرهنگ اسلامی و خدمت به دین رواج خودش رو بگیره. حالا بنا به اسباب زیادی اون زمان به اصطلاح خلافت عباسی رو به اضمحلال و شکست گرفت. در بین خود عباسیان جنگ های فراوانی بود بر اینی که کی حکومت رو به دست بگیره و فاطمیان شیعه هم در اون زمان که به وجود اومده بودند با خلافت عباسی خیلی جنگیدند. خروس جنگی هایی که اونا درست کرده بودند و مودماغ عباسیان بودند ضربه های سهمگینی رو به عالم اسلام زد و تا جایی که برخی از این پادشاهان به کافران هم متوسل می شدند تا بر علیه مسلمان های دیگه جنگ کنند و یک نیرویی رو به دست بگیرند. در این گیرودار، در این فضا امام بزرگوار فخرالدین رازی بودند که با سفرهای زیادی که داشتند به مناطق مختلف سفر کردند. به هر حال در اون وقت سفر خیلی مهم بود برای کسب علم. کجا مراکز علمی بزرگ بودن، دانش آموزان و دانشجویان به اونجا سفر میکردند و ایشون خیلی خیلی سعی داشتند که از وقتشون به بهترین وضع استفاده کنند و همیشه میگفتند که والله اننی اتاسف فی الفوات عن الاشتغال بالعلم فی وقت الاکل فان الوقت والزمان عزیز. وقت و زمان خیلی برای من گرانبهاست. حتی وقتی که من میشینم سر سفره و غذا میخورم حسرت میبرم که ای کاش میتونستم بدون غذا هم زندگی کنم تا وقتم با خوردن تلف نشه. این از فخرالدین رازی هست که تونست به اصطلاح با این روحیه این به اصطلاح زحمت‌های بزرگ رو بکشه. کتاب‌هایی که ایشون تألیف کردن مهمترینشون کتاب تفسیر کبیر یا مفاتیح الغیب هست و البته ایشون تفسیر صغیر و اسرار تنزیل و انوار التأویل هم دارن و کتاب تأسیس و تقدیس دارن در علم کلام و کتاب‌هایی هم در فلسفه دارند. لوائم البینات شرح اسماء الله حسنا رو دارند، معالم اصول الدین، اربعین فی اصول الدین، کتاب‌هایی در حدیث دارند، کتاب‌هایی در تاریخ، نهایت الایجاز فی درایت الاعجاز در اعجاز قرآن کریم دارند. در مناقب امام شافعی و شخصیت امام شافعی و ترجیح مذهب امام شافعی و دو تا کتاب در این زمینه دارند و تقریبا در این مرحله از زمان علمای بسیاری را ما می‌بینیم که کتاب‌هایی دارند به نام فضائل صحابه. حالا فضیلت صحابه که قرآن آورده نیاز به کتاب نداشت، اما چون که در حیطه جامعه اسلامی برخی از افکار منحرف پیدا می‌شدند که می‌خواستند یک نوع به هر حال حقد و کینه‌ای که بر اسلام داشتند، به خصوص در سرزمین ما برخی از قومگرایان که احساس می‌کردند اسلام اومده بود و امپراتوری فارس رو در هم شکسته بود و اینها میخواستن انتقام بگیرن، زورشون که به پیامبر نمیرسید در حق پیامبر چیزی میگفتن، خب فوراً جامعه واکنش نشون میداد. این بود که در حق صحابه، اینایی که میبینید الان به صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توهین میکنن، به امهات المؤمنین توهین میکنن، اینها در واقع همون حاقدان کینه‌توزی هستند، چه حالا از قومگرایان سرزمین ما باشند، قومپرستا باشند و چه از به اصطلاح یهودیانی باشند که در یا مسیحیانی که به شکل اسلام اومدن تا از اسلام انتقام بگیرن. هر کی به هر حال باشه اینها هدفشون ضربه زدن به اسلام هست، چرا که قرآن سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از راه همین صحابه به ما رسیده و ضربه زدن از صحابه و کنار زدن صحابه در واقع ضربه زدن به اسلام هست و از بین بردن اسلام. ایشون کتابی به نام تعجیز الفلاسفه دارن به زبان فارسی و کتاب البراهین البهایی هم
به زبان فارسی دارن، اما بیشتر کتاباشون به اصطلاح به زبان عربی هست. حتی در ادبیات عرب دست بسیار بالایی داشتن، از جمله کتاب شرح نهج البلاغه. کتاب نهج البلاغه در واقع یک کتاب ادبی هست، برخلاف اون چیزی که خیلی از افراد سطحی فهم به اصطلاح تصور میکنند. کسی که به اصطلاح کتاب رو نوشت اسمش رو گذاشت نهج البلاغه. امام رضی که خودش یک ادیبی و نویسنده برجسته بود، خواست به اصطلاح یک کتابی بذاره برای شاگردان که بلاغت رو یاد بگیرن. اسمش گذاشت نهج البلاغه، راه رسیدن به اینه که شما یک بلیغ و یک سخنور خوب باشید. و هدف هم این کتاب بود، برای همین همه جمله‌هایی که خوب بود، جالب بود براش، اینا رو جمع آوری کرد و همه رو هم چه حالا از حضرت امام علی علیه السلام می بود یا چه از دیگران، همه رو به اسم امام علی جمع کرد و براش روایت، درست بودن روایت، به اصطلاح دروغ بودن سخن، این مهم نبود. مهم براش این بود که این جمله واقعا جمله بلیغانه و ادیبانه‌ای باشه. خب در نهج البلاغه اگر ما تعارضات زیادی ببینیم هم هیچ ایرادی براش نداره، چون هدف این نیست که ما ببینیم این حرف درسته یا نیست. هدف اینه که این حرف به اصطلاح بلیغ و ادیبانه هست و شاگرد از این میتونه درس بگیره. ایشون شرح دیوان متنبی هم دارند، الایات بینات در منطق دارند، در فلسفه، در اخلاق کتاب الاخلاق رو دارند و کتاب‌های بسیاری. و حق است که افراد دیگه‌ای مثل امام زکریای قزوینی در کتاب خودشون آثار البلاد و اخبار العباد بگن که واقعاً امام رازی امام زمانه خودش بود، انسان نادرت الدهر، انسانی که در زمان خودش بی‌نظیر بود و اعجوبت الزمان، یک مبتکر و اعجوبه‌ای بود در زمان خودش. ابن اسیر در کتابشون الکامل در تاریخ می‌فرمایند کان امام دنیا و عصره، در زمان خودش امام دنیا و زمانه خودش بود. شمس الدین شهرورزی در نزهة الارواح و روضة الافراح می‌فرمایند امام زمانه و فاضل ایامه، امام زمان خودش بود و بهترین فردی در اون زمان و صاحب تصانیف و مؤلفات و تصنیفات بزرگی داره و بسیاری از علما و اندیشمندان ایشون ذکر خیری کردند و به اصطلاح از کتاباشون، از زحمتاشون یاد کردند. کتابهای زیادی هم در مورد ایشون از اون زمان تا به امروز نوشته میشه و این خودش دلیل بر عظمت و جایگاه علمی این ستاره درخشان در کتابخانه اسلامی است. از جمله این کتاب‌ها کتاب الرازی مفسراً، کتاب الامام الحکیم فخرالدین رازی من خلال تفسیر. خیلی‌ها خواستند که از تفسیر رازی رو یک پسرا بازنگری کنند، از زوایای مختلف اون رو نگاه کنند. برخی ها مسائل دیگه‌ای که در نوشته های ایشون هست، به خصوص مناظرات رو مورد بحث قرار دادن. مناظرات فخرالدین رازی در سرزمین ماوراء النهر، فخرالدین رازی و آرا و اندیشه های کلامی و فلسفی ایشون، نظریه معرفت در تفسیر فخرالدین رازی و موسوعه مصطلحات فخرالدین رازی و رازی و فرهنگ و تمدن عرب و علم الدلالت، در علم مثلا دلالت در نزد عرب ها از خلال یا در مثلا نوشته های فخر رازی و کتاب هایی در این تصور زبانشناسی و غیره در تفسیر فخر رازی. این امام فخرالدین رازی این شخصیت جدلی که جهان اسلام، علما و اندیشمندان رو از اون روز، از نیمه های قرن ششم تا به امروز به خود مشغول داشته، واقعا شخصیت پربار و پراندیشه‌ای بود که خداوند متعال ایشون رو غریق رحمت خودشون قرار بدن و امید هست که عزیزان ما چه در ری و چه در ایران و چه در سرزمین فارس و چه در دنیای اسلام که ما را همراهی میکنند با این برنامه ها یاد بگیریم که قلبی به این بزرگی داشته باشیم، برنامه
درستی داشته باشیم برای تربیت فرزندانمون تا این شخصیت‌های تاریخی بزرگ رو باری دیگه ما تکرار کنیم، نسخه های دیگه ای از فرزندانمون تهیه کنیم که اینها اندیشمندان بزرگی باشند و در تفسیر، در علوم زبانشناسی، در علوم فیزیک، هندسه، جبر، ریاضیات، پزشکی و اینا بتونن به اصطلاح نمونه باشند و مایه افتخار جهان اسلام. چیزی که حائز اهمیت هست در زندگی امام فخرالدین رازی اینه که ایشون همه علوم اسلامی رو جمع کرده بودند و به اصطلاح اینی که من بخوام تخصص دینی داشته باشم یا تخصص ادبیات داشته باشم یا تخصص علوم هندسه و غیره هیچ تعارضی نداره با اینی که من بیام و علوم و ادبیات و علوم انسانی رو هم بهره بزرگی ازش داشته باشم. در انسان زرنگ از هر گلی بهره خودش رو میگیره. تا دیدار دیگه که ما بتونیم با شخصیتی دیگه با شما همراه باشیم، همه شما عزیزان رو به الله منان می‌سپارم.